حالی خود از زنای افغانستان آفرین شد ظلم میسره از اول که زن میگیره میگه خوب کاری و باری باشه. خب کاری و باری میرن میپالن سعی میکنه که در خانهش کاروبار چطوره. اگر دید یک اولی کلان است و ای جارو میکنه چی میکنه؟ از همین صبح که جارو میکنه تا چاشت نان چاشت هم میکنه، کالای بیادرای خودم میشه، از خواهرای خودم، از پدرم. اوه این میره اعلانتی. دیدی چقدر کار میکنه؟ یا اصلا جوالی میگیره این مردم. ها بازوره که گرفت دیگه کاری و باری باز میارش دیگه. تو از خود خشوع داری که بسیار توجه کن. خشوع هم دیگه یک ظالم است. خب خسر هم داری که بسیار سر از هم توجه کنید. سه چهار تا یه ور داری اینیا از شاورت که اینا بالاست. لباسای از اینا، بوتای از اینا، کالای از اینا. یک چهار تا ننو هم داری و هم دیگه سنش. خواهی چی؟ لباس از اینا، کالای از اینا، ناز از اینا، کلشه یک زن بسیار. اینا تو یک کاری بکنی که کلگی راضی باشه و ایران میمانه. این ریاست جمهوری چی به ما داده شد؟ نه یک دفتر شاورت هیچ شاور خیر از خفه باشه، ننویت خفه نباشه، ایوارت خفه نشه، خشوع خسرت خفه نشه. یک چند تا عمام داری، یک چند تا خالم داری. او کل از یا کل این میاره توجه کن. آفرین او زنا. او زنا دیگه که می لباس جوالیگری را می پوشه که می آمد کار از دیگه سرش از کار. باز میگه این کار نکردی این باشی کار از این خیز میزنه دو از او خیز میزنه دو از او خیز میزنه دو این میرسم این مادر جان این فلانی. باز با میای لغت میزنه وی هم میزنه و هم پدرش چی میگه؟ ما تو را به می یاد دادیم دیگه می مردی ماندی همونجا باشی زنده دیگه خانه ما نبیاید. از این سنام محروم شد زنده ای سنه بیاد او سنام مرگ است. آفرینی زنا. باز میگه این کافرها حقوق زن میگن. این ظلمی که شما میکنین دیگه او که نگوید چی بگوید. ظلمی است در افغانستان. ظلم در ولایت ها است. ملا چی است؟ مولوی پر است. دو فکرش در اسقاط مردم، در جیب مردم، در ختم مردم دی نمیست که از کجا بکشن پیسه مردم. هیچ نمیگه که ظلم نکنه. همین زن انسان است یا نه؟